نظر به شکایات مردم که زیاد مردم شکایت میکرد وقتی که مراجعه میکنن دواهای مختلف داده میشه بدون لیبل است، بدون تاریخ است، بدون ترکیب اینو معلوم باشه و اکثر هموطنان ما خورده مسموم شده، مریض شده، به شفاخانه ها بستر است. بنان ما وقتی آمدیم سر زدیم به این یونانی فروش ها، واقعا اینجا دواهایی که شما ببینید کپسولا را دواهای کیمیاوی است که خصوصا دواهای ضد درد است که دیکلفناک اینا در بازار یافت میشه، اینا را اینا میکوبه دوباره نمی کپسولا را پر میکنه بالای هموطنان ما به نام ادویه گیاهی میفروشه و این بسیار عوارض جانبی زیاد داره. مثلا به کدام مقدار داده شوه سبب افزایش فشار میشه، سبب میشه که معده را خراب میکنه، مشکلات مختلف نزد هموطنان به وجود میره. هر در این وضعیت اینا خانه‌پوری کپسولا رو پرکاری میکنن که به هر حال ما مثال شدیدی که مریض مراجعه کرد که با درد شدیدتر همین کپسولا و تابلت هایی که اینا از پاکت میگن ما میکشیم در بوتلا نگهداری میکنیم. اول همین شرایطش غیر قابل معیاری میباشه و دوم هر تابلت و هر کپسول از خود شرایط معیاری خود داره. اولین چیزی که ما تابلت مهم است استحکامیت خود تابلت است که مقاومت خود تابلت باید تا آخرین لحظه که استفاده میشه باید حفظ شود. اما بعضی تابلت هایی که اینا از بین پاکتاش میکشن به شکل پودر و شکل اینا میده شده، به این معنی که این استحکامیت تابلت نداره، مواد از این پارچه میشه. وقتی که تابلت یا کپسول بسته‌بندی میشه طراحی میشه، به این معنی طراحی میشه که هدف باز شدنش مختلف است. مثلا بعضی تابلت ها باید در معده باز شه، بعضی کپسول ها باید در روده، این قسمت های مختلف باز شه تاثیرات خود بکنن. اما اینا دیگه نظر به این شرایط که بگن فشار بار است و از این مناطق مطابق اصول مقرره نمی باشه و معیارات که بعد انسان استفاده کنه و قابل قبول اداره ما و شما نمی باشه.